سلام بچه، خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال پویازون. اومدیم امروز داخل این ویدیو تمام گردونه های این سیزن رو بررسی کنیم، ببینیم چطورن، خوب نیستن دیگه. بریم اولین گردونمون که QQ9 که گانش خیلی خوشگله، یعنی من خیلی خوشم اومد از گانش. موقعی که 2 کیل باش بگیری اینجوری آبی میشه، 4 کیل بگیری مایل به بنفش میشه، 6 کیل بگیری خود بنفش میشه، 8 کیل بگیری تهش صولتی میشه، صولتی. کاراکترش هم که خدایی خیلی خوشگله، خیلی خوشگله کاراکترش. یه خانم موسفید مومشکی هم فکر کنم، بله کالافه با سلیقش. اکتیویژن خوبه، عالیه. دنسش هم ببینیم، دنس ماهیگیری فکر کنم، بله دنسش عالیه. نایفش هم خدا وکیلی. اینا باید واسه اون رفیقایی بکشی داخل روم که میگن نایف نداریم، فشار بخورن. چترش هم چتر 4 ضلعی مربعیه، چترش هم خوشگله. انفورش خیلی خوشگله، انفورش عالیه، انفورش بی‌نظیره. اپیک سفید آبی مشکی چند رنگه است، عالیه. و جی 358 هم خدایی خوبه، خدایی جی 358 هم عالیه. بریم گردونه بعدی. این نظر من تا الان بهترین گردونمون این گردونه بود، البته اولین گردونه است. گردونه بعدی هم ببینیم. گردونه بعدی کاراکترش خوشگله خدایی. آره ایناست که بعد 70 سال فضا آمده. کاراکترش عالیه. نایف خوشگلی هم داره. دنسش هم که عالیه. بعد فینیش کردن باید اینو مثلا این دنس بزنی، یه نفری که فینیشر کردی این دنس رو با بالا سرش بزنی، یارو کاناف رو پاک میکنه کلا. یه دونه موتور داره مخصوص موتور بازا، تای چرخ زنا. گان اپیک داره، خوبه. و گان لجندش هم به پای QQ9 نمیرسه، اما بازم متیک این لجند، اما بازم خوشگله. بریم گردونه بعدی. و گردونه بعدی هم گردونه اچسه که واقعا مورد علاقه ترین گان من گان اچس دیگه. فوق العاده است این گردونه اچس لجند که واقعا خوشگله، واقعا بی‌نظیره اچسش. بریم یه بار دیگه این صدا نازشو بشنویم. به عالی. کاراکترش هم Don't let this pleasing look fool you. I'm deadlier than I appear. چقدر با اشوه را میرفت. کاراکترش هم خدای خوشگله، نازه. اگه میخواین یکی از این گردونه رو بزنه حتما داخل کامنت ها بگین چه گردونه ای. لایک و ساب هم یادتون نره تا من اون گردونه برم واسهتون کامل بزنم و تستش هم بذارم. و اگه اتچمنت خفنم میخواین داخل کامنت ها حتما بگین. گردونه بعدی زیاد خوشم از این گردونه نمیاد، نمیدونم چرا. کاراکترش هم بدک نیست. دنسش
دنسش خدایی خوبه، دنس بدی نیست، دنسش خدایی کلی خوبه. خیلی آسمان میره اشغال میکنه. این مچ با 30 کیلو وین کرده. ماشینش هم پارس ایلیکس موتورزانتیا هست و به به شوخی میکنم. دانش هم خدایی خوشگله. تم سولتی داریم واسه دخترها دیگه خوبه. و گردونه آخر گردونه بی 50 هم خوبه، عالی از نظر من، مخصوصا گانش که متیکه خیلی خوبه. کاراکترش هم خوشگله و دنسش هم ببینیم. دنسش هم خدای خوبه، دنسش هم خوشگله، دنسش هم عالیه. نایفش هم ببینیم فش دانلود میشه الان. بله نایف خوشگلی هم داره، باید بگیری با همه بزنید داخل سر کله رفیقت مغزشو بشکافی. خوشگله. این یکیش هم خوشگله، خیلی نازه. این اسنیپش هم خوشگله، کاراکترش هم خوبه. اصل کاری عالیه. گانش از نظر من خیلی خوشگله، این گان فوق‌العاده است از نظر من. حالا بخوایم بهترین گردون رو بگیم که سلیقه‌ایه، اما از نظر من بهترین گردونش اتس لجند بوده. و اگه کامنت ها بره بالا، سابا بره بالا، لایک ها بره بالا، حتما اتس لجند رو کامل میزنم، کامل میزنمش و اتچمنت خوبی هم میذارم روش و تستش هم میکنم. ویدیوشون حتما واسهتون میذارم. و رسیدیم به پایان ویدیو. اگه ویدیو درخواستی دارین حتما تو کامنت ها بگین تا یه ویدیو دیگه. فعلا